میدونی اون قدیم بود میتونستی ویترین کارو حفظ کنی، وقتی جیبت خالیه بروت نیاری جبران میشد دیگه. صورت خودتو با سیلی سرخ نگه می‌داشتی که کسی نفهمه. الان دیگه همه با هم گشنه‌ایم، الان دیگه همه با هم دهنمون داره سرویس میشه، الان دیگه باید صدات در بیاد. آدم حسابی خط فقر 50 میلیون برآورد شده، درآمدت چقدر؟ ماهی 20 تومن؟ اونم مال خودت نیست، باید خرج خانوادت کنی. بابا ما شد 30 سالمون نه خودمون صاحب خونه شدیم نه بابامون، شد 30 سالمون انقدر جون کندیم به تورم برسیم نرسیدیم، دستامون هم چروک شد. مشکل اینه که ما پنجره بیرون رو نگاه میکنیم باید 500 تومن پرت کنیم، ما تا یه سوپرمارکت میریم برمیگردیم خونه باید زندگی رو از صفر شروع کنیم. الان اگه همه اینا رو مفتی هم در اختیارمون قرار بدید ما دیگه نمیخوایم، ما جوونیمون سوخت، جوونیمون رفت. خدا خیلی طلب دارم ازم، تقدیر سرنوشته بد، روزای تلخی ها برام تو جبی کسی رقم